تأثیراتی هم قانون کم شده است و هم تأثیرات دین. نه دین ده اطاعت میکنن نه قانون با. برای همین انویر جانو کده از تربیه وابسته است. تربیه‌ای بعد اهل جمعیت پیشگیری همین یکم بد اخلاق‌ها آدمایی که در جمعیت خلل میرسونند همه دویم در زیر نظارت جمعیت باید باشد که همین کار اصلاح شود. من نمیدونم آدما ممکن کم یکدیگر کثیر صحبت میکنند، مهرشان گم شده ایستاده است. همین اینترنت و میدرون جوانشان باشه پیرشان هم باشه اینترنت کتی افشت میکنند، اینترنت روی یکدیگر را نمیبینید، مهر گم شده ایستاده است. در نظر من همین. مثلا یک سببی اساسش از میدونم که همین خیلی حاضر وقت با اینترنت هست و کامپیوتر هست و بعضی پروگرام‌هایی هستن که نسبت کودک‌ها مثلا نسبت آدمای کلان این خاص نیستن. هستن همه خیلی برنامه‌ها. یک ماشین دو ماشین که هستن پدر و مادرایی که نسبت فرزنداشون دقت نمی‌کنن ممکن نشم هست. بسیار خلق کار نمی‌کند. مثلا نمی‌خواهد تنبل کار کن در کار. یعنی همین کشتارها مهنت البته از چی میشد این دوزی کشتار این همه چیزا از بیکاری از بیهنری همین خیلده هنر زر به هنر هیچی مادر کلانش می نبیرش کشتاش می ایتا کشونست با اوروسی قطعی گفتگی با هم خیلی کشونست با ده نلزه ایتا عموما با فکرتون سبب چی است؟ سبب ممکن هر خیلی شدنش ممکن از زندگی یک چی نمی رسد ممکن زندگی دشوار میشد اویلوی مسئله همین اویلوی وای میشد همین ده اصلا روسیه چون خبرها رو ما فقط از دهان میشنویم و ممکن یک خیلی نفرایی هستن که از روی خراب بودن عصبشون یا که از یگان دشوار بودن زندگیشون ممکن چنین حادثه ها روی دهند.